گزارش‌های رسیده از کابل بیانگر آن است که نیروهای امنیتی افغانستان در محل برگزاری یک نمایش اعتراضی در مرکز کابل به هوا آتش گشادند. روز 2 ایون حدود 1000 نفر با طلب استعفای پرزیدنت اشرف غنی در نزد محل ترکش پرقربانی 2 روز پیش در پایتخت افغانستان گرد هم آمدند. در حادثه ترکش ماشین بمبگذاری شده در روز 31 می حداقل 90 نفر کشته و 460 تن دیگر مجروح شدند. خبرگزاری رایترز گفت در لحظه هایی که برخی اعتراضگران به سوی حلقه پلیس دویده و خواستند که خط امنیتی را عبور کنند، پلیس به هوا تیر کشاد. چند اعتراضگر که اکثرشان افراد ملکی می باشند جراحت برداشتند. به خاطر عدالت‌خواهی و استعفای نیروهای امنیتی است، البته نیروهای درجه اول امنیتی. چرا ما به عنوان شهروندان کابل اصلا توقعی از این نداریم که هر روز از خانه براییم بریم طرف وظیفه و امید بازگشت خود به خانه نداشته باشیم. هر روز انفجار، هر روز انتحار. با گذشت 2 روز هنوز معلوم نیست که ترکش وحشتناک روز 31 می کاری دست کی بود. تا حال هیچ گروه یا سازمان مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. این حمله را پرقربانی ترین ترکش بعد از سرکوب رژیم طالبان در سال 2001 در افغانستان می دانند. طالبان گفتند که به این حمله اصلا ربطی ندارند. خبرگزاری رایترز با تکیه به آژانسی استخبارات افغانستان گفته است که این حادثه کاری دست شبکه حقانی است که به طالبان مربوط می باشد.